سلام، خوش اومدیم به نیروانا. من مجتبی‌ام و اینجا با هم از هیاهو به سکوت، از سکوت به آگاهی و از آگاهی به آرامش قدم میزنیم. اپیزود شماره 2. قبل از شروع میخوام اگر واسط مقدوره و امکانشو داری با هم یه نفس بکشیم. چشماتو آروم ببند، دم عمیق از بینی، مکث کوتاه و بازدم آروم و طولانی از دهان. قبل از اینکه چشاتو باز کنی میخوام دقیق صداهای محیط اطرافتو بشنوی. چه صداهایی میاد الان؟ صدای کولر، صدای تیک تیک ساعت، صدای فن لپتاپ، صدای تلویزیون از اتاق بغلی. حتی اگر هیچ کدوم از اینا نباشه، اگه یکم بیشتر دقت کنی صدای نفس کشیدن خودتو میشنوی. الان میتونی چشاتو باز کنی. اگه دقت کنی متوجه میشی که زندگی مدرن امروزی ما به شکلی شده که ما دائما با شلوغی و سر و صدا بمبارون شدیم و سکوت تبدیل شده به یک کالای نایاب. امروز میخوایم یاد بگیریم که سکوت یکی از قدرتمندترین ابزارهای شناخت ذهنه که در نهایت به شناخت خودمون منجر میشه. اگه اپیزود قبلی رو یادتون باشه ما درباره قدم اول خودشناسی که مشاهده کردن بود صحبت کردیم. ولی خب مشکل اینجاست تا وقتی ذهن دائما در حال حرف زدنه نمیتونیم مشاهده‌گر بدون قضاوت باشیم. راهکارش چیه؟ سکوت. چیزی که امروز قراره دربارش صحبت کنیم. یه دقیقه نگاه کن به زندگی خودت. آخرین باری که نیم ساعت تنها بودی بدون هیچی، بدون گوشی، بدون تلویزیون، بدون حتی همصحبتی، فقط و فقط خودت بودی، کی بوده؟ احتمالاً یا یادت نمیاد یا اگرم واسط اتفاق افتاده اونقدر کلافه شدی که نگو. چرا؟ چون ما دچار یه بیماری مدرن شدیم به اسم ترس از سکوت. دائم تا یه دقیقه بیکار میشیم، سرمون خلوت میشه، مدام میریم اینستا رو چک میکنیم، ریلزا رو بالا پایین میکنیم، توییتر رو چک میکنیم، اخبار رو گوش میدیم. فقط میخوایم با یه سری نویزها، با این سر و صداها خودمون رو بی‌حس کنیم. چرا میخوایم خودمون رو بی‌حس کنیم؟ چرا دائم از سکوت فرار میکنیم؟ اینجاش مهمه، چون توی سکوت صدای درونمون بلند میشه. اون صداها، اون فکرهایی که واسه سالها ازشون فرار کردیم، اون استرابا، اون ترسها میان جلومون وای میسن توی سکوت و ما ازشون فرار میکنیم چون از مواجهه با خود واقعیمون میترسیم. سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی مثل یه مسکن قوی دارن عمل میکنن که یه درمان موقتن، یه آرامش موقت ایجاد میکنن واسه درد نداشتن معنا. بله، واسه این که توی زندگیمون هیچ معنایی نداریم، هیچ هدفی نداریم، این درد رو میخوایم با پناه بردن به سطح زیر ذهن، پناه بردن به سوشال مدیا درمان کنیم. خیلی موقتی اثرش و دوباره اون درد میاد سراغمون. وقتی که ما از سطح ذهن، یعنی فکرهای خودمون، فرار میکنیم به سطح زیر ذهن، حالا شبکه‌های اجتماعی میتونه باشه، پرخوری یا اسنک هایی که حتی گوشنمون نیست ولی اینا رو میخوریم چون فقط میخوایم مشغول باشیم و یه کاری انجام بدیم، یا حتی تماشای پورن، یا حتی مصرف مخدر، گل و یا هر اعتیاد دیگه‌ای. ما داریم در اصل از اون سطح ذهن، از اون فکرایی که داره اذیتمون میکنه پناه میبریم به یه لول پایین‌تر، به جای اینکه بیایم یه لول بالاتر و به عنوان اون حضور و آگاهی و اون شخص مشاهده‌گر نگاهشون کنیم، یه لول میریم پایین تر. همه اینا به خاطر فرار از مواجهه با خودمونه. میترسیم با خود واقعیمون مواجه بشیم. به خاطر همین دست به هر کاری میزنیم که فقط 2 دقیقه با خودمون تنها نباشیم. دائم اینستا رو اسکرول میکنیم، دائم شبکه‌های اجتماعی دیگر رو چک میکنیم. یه جوری فقط میخوایم سر خودمون رو گرم کنیم. اینو باید بگم که رشد شخصی دقیقاً از اونجایی شروع میشه که ما حاضر میشیم با وجود ترسامون یه زمانی رو با خودمون تنها باشیم.
غیر از شلوغی دیجیتال، یه مشکل دیگه، یه درد دیگه‌ای که داریم، شلوغی توی انجام کارهای روزمره‌مونه. یعنی اگه غذا خوردنمون رو نگاه کنی، اکثر غذامون تبدیل شده به فست فودها که سریع آماده بشن. اینترنتمون رو ببینی باید تو پرسرعت ترین حالت ممکن باشه. حتی شبکه‌های اجتماعی بیشترین ویوها، بالاترین بازدیدها مربوط به شورت ویدیوها یا ریلزها هستن تا ویدیوهای طولانی تر. یا حتی کتابا و پادکست‌ها هم میان با سرعت 2 برابر یا 1.5 برابر گوش میدیم. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون فکر میکنیم وقت نداریم. اگه یه لحظه وایسیم این قطار موفقیت میره و ما جا میمونیم. اگه دقت کنی میبینی همیشه و توی هر کاری ما عجله داریم. این عجله دائمی سیستم عصبی ما رو مدام توی حالت ستیز و گریز قرار میده و سطح هورمون کورتیزول توی بالاترین حالت ممکن خودش قرار میگیره. این هورمون یه روزی سازنده بود دیگه، یعنی مال وقتی بود که ما توی مواجهه با یه حیوان شکارچی یا واسه فرار از یه موقعیت خطرناک نیاز به یه انرژی بالایی داشتیم. سطح این هورمون یه دفعه توی سطح بالایی قرار میگرفت تا ما از اون موقعیت حالا فرار کنیم. ولی الان این عجله و این استرس دائمی شده و دائم سطح این هورمون بالاست. اگه دقیقاً از نظر علمی بخوام واسه توضیح بدم که توی مغز چه اتفاقی میفته موقع استرس، موقع این عجله دائمی، بخش پیشانی مغز که مدیر یا فرمانده اصلی مغزه اسمش PFC، Prefrontal Cortex، که مسئول چیه؟ مسئول توجه، تمرکز، تصمیم گیری، خلاقیت یا حافظه. ولی توی شرایط عجله و استرس که سطح هورمون کورتیزول میره بالا، یکی از فرمانده های مغز، فرمانده جنگ که یه بخش دیگه ای از مغزه به اسم آمیگدال میاد و فرماندهی رو به دست میگیره و اون PFC رو میزنه کنار و تمام تصمیم گیری هایی که انجام میده از سر غریزه است، فقط واسه بقا انجام میشه. به خاطر همینه که توی عجله و استرس حافظه خاموش میشه، توجه و تمرکز خاموش میشه و تصمیم گیری به پایین ترین سطح ممکن خودش میرسه. ولی ما یه ابزاری داریم که شفا بخشه، سکوت به ما یه فاصله میده. بین چی؟ بین ما و ذهنمون، بین این کارمون و کار بعدیمون. توی سکوته که ما متوجه میشیم که ما ذهنمون نیستیم، ما اون حضور آگاهی هستیم که در قالب یه نظاره‌گر، یه تماشاگر فقط داره اون ذهن رو میبینه. بذارید یه مثال بزنم. یه پنکر رو در نظر بگیر، وقتی داره میچرخ با سرعت زیاد پرهاش قابل شناسایی نیست، همه اونو یکی میبینی. ولی وقتی سرعتش کم میشه متوجه میشیم که بین پره‌های مختلف فاصله هست. تا این عجله، این سرعت و این شلوغی کم نشه هیچی قرار نیست درست بشه. با آروم شدن ذهنه که میتونیم اون صدای راهنمای درونیمون رو بشنویم که جواب همه چی رو داره اون راهنما. خب حالا شاید بگید توی دنیای مدرن امروزی، توی این شلوغی روزمره‌مون چطوری از این سکوت استفاده کنیم؟ همه حرفایی که زدیم قشنگ بود، ولی خب چجوری تجربهش کنیم توی زندگیمون؟ جواب من اینه که خیلی ساده است. نه لازمه که به هند سفر کنی، نه لازمه که بری توی این معابد بودایی مثل مانکا ساعت‌ها بشینی گوشه نشینی و مراقبه کنی. فقط قراره با هم یه تجربه سکوت کوچیک ولی با کیفیت داشته باشیم. 3 تا تمرین واسه این هفته داریم. تمرین اول اینه که 20 دقیقه بعد از بیداری و 20 دقیقه قبل از خواب به هیچ صفحه نمایشی نگاه نکنیم. نه گوشی، نه لپتاپ، نه تلویزیون، نه هیچی. بذاریم اولین و آخرین ورودی ذهنمون سکوت باشه. نیاییم قبل از خواب استوریای بقیه رو چک کنیم، اخبار منفی رو چک کنیم یا حتی یه فیلم سینمایی بی‌مورد نگاه کنیم. فقط 20 دقیقه. توی طول روز هر کاری می‌خوای بکن، ولی 20 دقیقه بعد از بیدار شدن و 20 دقیقه قبل از خواب اینو به خودت اختصاص بده و هیچ ورودی به مغزت نده. تمرین دوم برای تجربه سکوت اینه که حداقل یه بار تو هفته، اگر حتی سرمون شلوغه، یه پیاده روی بدون هدف داشته باشه. پیاده روی که حتی هندزفری هم با خودمون نمیبریم. نه خبری از گوش دادن موزیک، نه کتاب صوتی، نه پادکست، نه هیچ چیز مفید دیگه. دقت کردیم ما همیشه میخوایم یه کاری بکنیم، انگار وقتی هیچ کاری نکنیم
داریم زمانو از دست میدیم و یه حس عذاب وجدان داری. حتی وقتی داریم پیاده روی میکنیم هندزفری تو گوشمونه که حداقل خب یه موزیکی گوش بدیم یا نه یه کتاب صوتی. آره دیگه کتاب که چیز خوبیه، ولی ازت میخوام حداقل یه بار تو هفته موقع پیاده روی هیچ کدوم از این کارا رو نکنی و تمام توجه و تمرکزت روی قدم زدنت باشه، روی وزن بدنت، روی سایه خودت، به در و دیوار و درختان نگاه کنی، سردی و گرمی هوا رو روی پوستت حس کنی، نفسای خودت رو حس کنی و متوجه اون پیاده رویت باشی. هیچ مقصدی هم واسه خودت تعیین نکنی، یه پیاده روی کاملا بی هدف. تمرین سوم ازت میخوام که روزی 5 دقیقه روی صندلی یا روی زمین هر جایی که راحتی بشینی و فقط نفستون تماشا کنی و منتظر باشی تا سر و کله یه فکر پیدا بشه. دقیقاً مثل وقتی که میشینی کنار یه جاده، ماشینای مختلف میان از جلوت رد میشن که همون افکارمونن این ماشینا، ولی تو سوار هیچ کدوم از این ماشینا نمیشی، فقط نشستی یه گوشه و نگاهشون میکنی. تو این 5 دقیقه میشینی یه گوشه واسه خودت، یه جای دنج و ساکت که کسی کاری باهات نداشته باشه، نفستو مشاهده میکنی و منتظر میشی تا یه فکر سر و کله‌اش پیدا بشه. وقتی پیدا شد فقط نگاهش میکنی، دامن نمیزنی به اون فکر که از اون فکر به فکر بعدی، فکر بعدی و فکر بعدی، فقط میشینی و نگاهش میکنی. اینم بگم که قشنگترین و عمیقترین موسیقی‌ها ارزششون رو از سکوت‌های بین نوت‌ها میگیرن. اگه این سکوت بین نوت‌ها نباشه، موسیقی تبدیل میشه به یه جیغ ممتد و آزاردهنده. زندگی ما هم دقیقاً همینطوریه، نیاز داره به این سکوت تا به یه سمفونی قشنگ تبدیل بشه، معنا و مفهوم پیدا کنه و ارزشمند بشه. فقط کافیه که یه وقتایی به سکوتم مجال حرف زدن بدیم. همین. اپیزود بعدی همینجا منتظرتم. تا اون موقع مراقبت کن.